یو گایز سلام بر تمام دوستان گرامی و تمام دنبال کننده های ما. اومدیم داخل این ویدیو بهتون آموزش بدیم که چطوری میتونید یه فرم غذا بسازید و اینکه چطوری اینکه آقا من گوش ندارم غذا ندارم به اینکه واج شب شده است چیزمون تایم سته. اوکی داشتم وقتی شما مثلا اینکه آقا آخ غذا ندارم، آخ برم اینجا چیزی، آخ اینا ول کنید یا یه فرم یاد بدم یعنی همه اینا رو بهتون درست میکنه. درست نیازید فرق نداره. یه دونه باکل وادر هاپر زیاد میخواد، یه 8 میخواد، یه چس که همیشه داریم، یه دونه سیب زمینی، پوتیتو، یه دونه هو، دوتا ویلیجر، یه دونه اسمشو یادم نیست بزنم، یه دونه کامپوستر بد. این یکم سخته فرمه ولی خب گرفتاریتون رو حالا کمتر میکنه نسبت به کار دیگه. خب صاف میگریم یه چست میکاریم حالا فرم نشوری یه 3 تا میباره، یه دونه 2 تا 3 تا تمام. خب بعدش میایم اینجا بالا اینجا شکلی رو مثل مکعب درست میکشیم، وادر رو میذاریم اینجا باکت وادر رو و از هر طرف تو کنیم یک دو به این شکل. حالا اینجا دیوارا هست اونو حالا فرق چه شیشه دیگه میذارید اینجا هر بودی سه من که این شکلی میذارم تو فقط کنفرم میخوایم به یه جرا اینجا نیام که موقع البته باید اینگه کاری اشتباه اینجا اشتباه اینجا من اشتباه انجام دادم. آره اینجا رو ما یه کامپوستر میذاریم بدون بد اینجا میذاریم دقیقا و یه دونه ویلیجر میذاریم یه دونه هر بلوکی میخوای اینجا میذاری که زمانی اینجا نتونه بپره اینجا. خب یه طرف حالا من از این طرف بس اینجا بسته. خب از این طرف فقط اینو میکنیم حالا من یه دونه مییم اقل اینجا بزنم اینجا به اجرا بسیده همینجا. خب اینجا که کارو انجام میدن خب اینجا یه هاپر میذارم البته اول 6 کنش بذارم اینجا 6 سقه اینجا دو تا 3 تا و 4. خب اینجا بلوک میذاریم بدون میاریم بدونم ترین میاریم به جای بادری بوده تا بادر چیز میخوایم میگم بادر چیه ترین هاپر میخوایم میذاریم اینجا اینو میکنیم. خب بعدش اینجا میبندیم اینجا
چی اومده برو؟ آها خودش رفت تو. خب ما یه دونه حالا ترکتور نیاز داریم، هر مدل که میخواد. بزنیم دیگه بزنیم. نایم اینجا یه دونه اینجا میزنیم، یه دونه اینجا. خب دیگه اون رجه نمیتونه انجام بخاطر اینکه نمه قبل نشید اونجا میزنیم. اینم یه دونه ویلیجری که شغل اینجا میذاریم، هیچی شغل نره. خب اومدی برو بیا برو من داداش. آها یه دونه ویلیجر قرار میدیم. خب که هیچ شغل نره. حالا تو به کار میگیریم که همه اینجا هو میزنیم. خب حالا میایم همه اینجا پوکیتو میزنیم و باید میسیم همه شون در بیاد. حالا پول میکشیم قسمت دیگه میدونیم دیگه، ولی خب من باید چیزا دیگه استفاده میکنم. خب حتما قبلش فارم سیب زمینی داشته باشین، چون چند استک سیب زمینی هم باید یارو بدیم. یه من یه اول سیب زمینی بهش میدم که داشته باشه و میام سراغ از اینای 3 استک بهش بدم. اول واسه من بوده کنم. خب به اینجا این قسمت کاره اینا بگیم بهش درسته باشه و خب حالا اینجا این همین کاره به این غذا میده. خب حالا این نقطه اینجا ببینید به این غذا داده. خب یه میگه من گشنمه. خب اینم دلش برم میاد میده نیمه رو بنده کمک میکنم. خب غذا رو میده چون چیه غذای خودش چیه هم درست که. خب بایستا بهت بگم چیه هم دونه اسموکر میخوایم، هاپر میخوایم، دوباره هم چست میخوایم. میکنیم میخوایم اینجا اسموکر رو قرار میدیم، میشینیم میزنیم اسموکر میم پاییم. بس اینجا یه چست برمیدیم میزنیم رو چست کوال میاریم. حالا آماده است غذا. حالا خب حالا دیگه شما هر موقع گشنتون میشینید اینجا غذاتون رو برمیدارید. هر موقع که خواستید به صورت اصلا هیچ کاری نداره. در یک اندازه فکر کنم اگه شما به این داخل برای 128 من چند میدیم بزنم 69 زیه 100 تا برای از این فاصله بگیریم زودتر کار میکنه و خب بازش که سریعتر این دست کنم. خب امیدوارم از این فایل خوشم اومد. لایک کامنت و باشون نره دیگه.